مثنوی بیات اصفهان را با دو طرز بنده شنیدم. یکی مثنوی که سابق بر خود اصفهان خونده میشد، یکی هم مثنوی که استاد ابوالحسن خان صبا از یه درویشی شنیده بودن و نوت کرده بودن و الان اون مثنوی که مرحوم صبا به بنده یاد دادند را عیناً براتون میزنم و میخونم. ای برادر تو همه اندیشه ما بقی خود استخوان و ریشه گر بود اندیشت گل گلشنی گر بود اندیشت گل گلشنی ور بود خاری بهیم گلخنی ور بود خازی بهیم گلخنی هر کجا باشد شه ما را بساط هست صحرا گر بود سنمار خیال